سلام هنر دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتونم با قسمت دوم از آموزش‌های بافتنی. خب تا قسمت قبلی تا پایان رج ششم بافت انجام دادیم. 2 رج دیگر رو ادامه میدیم به همون صورت و در پایان رج هشتم هستیم. اون 2 رج قبلی رو هم به صورت زنجیره‌ای ادامه میدیم و وسط بافتمون یه حالت توری شکل پر میشه. خب اینجا دیگه ما بافت رج هشتم رو تموم کردیم و شروع رج نهم رو داریم. 7 زنجیره میزنیم و با یک پای کوتاه که وسط زنجیرهای قبلی قرار میگیره کار رو ادامه میدیم. و دوباره 3 زنجیره میزنیم و یک پای بلند که وسط زنجیره قبلی قرار میگیره. بعد دوباره 7 زنجیره میزنیم و دوباره یه پای بلند که دوباره تو همون زنجیره باید بزنیم و با زدن 3 زنجیره بافت رو دوباره وصل میکنیم با یه پای کوتاه و یه شکل حالت تاجگونه ایجاد میشه و اینو تا انتها ادامه میدیم. همونطور که میبینید این رجمون به این شکل ادامه پیدا کرده و انجامش میدیم. خب دوستان، همونطور که یادتون باشه من تو قسمت‌های قبلی هم در مورد یه مقاله باهاتون صحبت کرده بودم. اون مقاله چند تا بخش داشت، میخواستم از ادامهش رو براتون بگم چون این قسمتش به نظرم جالب‌تر بود. خب این قسمت در مورد رنگین کمان هست، به نظرم خیلی دوست داشته باشین. گفته شده که در عقاید و باورهای ترک‌ها رنگین کمان نیز معنی و مفهوم خاص خودش رو داره و به عنوان نوع پل خداوندی که زمین رو با آسمون پیوند میده گفته میشه. خب دوستان، شروع رج دهم رو داریم. 25 تا زنجیره میزنیم و بعدش از زنجیره هشتم از پایین یه دونه پای کوتاه میزنیم که یه حلقه داشته باشیم. بعد دوباره 8 زنجیره میزنیم که این حلقه وسط قرار بگیره و رو سر هر کدوم از این تاج ها یه دونه پای کوتاه میزنیم که این حلقه ما رو سر هر کدوم از این، یعنی 2 تا پایه های این حلقمون روی سر هر کدوم از این تاج ها قرار میگیره و همین رج رو تا پایان همین رو ادامه میدیم. و بعد گفته میشه که دیده شدن رنگین کمان بعد از طوفان نشانه اینه که خشم خداوندی فروکش کرده و در آناتولی رنگین کمان به اسامی مختلفی همچون نور، جلوه های سبز و قرمز، شال مادر فاطمه خوانده میشه. این عقیده که رنگین کمان پلی بین زمین و آسمانه و انسان رو به سوی خدا میبره و اینکه امروزه در آناتولی این عقیده اساس بسیاری از اعتقادات رو شکل داده. خب دوستان، همینو تا پایان رج ادامه میدیم تا رجمون تموم بشه. اینجا هم رجمون تموم شده. وصل این رج و رج قبلی رو داریم. بعد گفته شده که به هنگام دیده شدن رنگین کمان با گفتن این که نور به انسان‌های خوب میتابه، از وجود رنگین کمان تعبیر به خیر و برکت میشه. بعد اومده گفته که
در بین مردم گفته میشه که همگان دوست دارن از زیر رنگین کمان عبور کنن. احتمالاً برای شما پیش اومده موقعی که رنگین کمان رو دیدین دلتون خواستی که کاش نزدیک رنگین کمان بودین یا زیر رنگین کمان بودین. خب این عقاید در همه جای دنیا وجود داره. خب دوستان، این رنج رو ما میایم داخل این زنجیره هایی که این 25 تا زنجیره که زده بودیم، بعد 8 تاشو اومدیم جدا کردیم. این 8 تا رو همه رو با پای کوتاه پر میکنیم. بعد وقتی رسیدیم به حلقه، داخل این حلقه ها این چند تای اولی رو پای کوتاه میزنیم و به مرور سعی میکنیم که هرچی این دونه ها رو با میایم به سمت بالاتر پای بلند میزنیم و پای بلندامون رو سعی میکنیم وقتی که به وسط این حلقمون میرسیم اینا رو هرچی میتونیم بلندتر میکشیم که این وسط باید اینا به صورت کشیده تر باشن و از وسط هرچه به سمت پایین دوباره برمیگردیم دوباره باید اینها کوتاه‌تر بشن تا برسن به پای کوتاه دوباره. بعد همونطور که گفتم همه دوستن که موقع دیده شدن رنگین کمان نزدیک اون باشن، پس این اعتقادات همه جا هست و همه اینو دوست دارن. اعتقاد بر اینه که رنگین کمان به انسان‌ها اجازه عبور از زیر خودش رو نمیده. اینم جالبه. اما گفته میشه که اگر کسی بتونه از زیر رنگین کمان عبور کنه، تمامی گناهانش بخشیده، همه آرزوهاش برآورده میشه و ثروتمند میشه. که البته من دوباره در مورد این تحقیق کردم و کسانی موفق شدن که این کار رو انجام بدن. خب همونطور که گفتم هرچی که به پایین این حلقمون میرسیم باید پای کوتاه بزنیم و این قسمت اون 8 زنجیره رو همه رو پای کوتاه پر میکنیم تا برسیم دوباره به حلقه بعدی و حلقه بعدی رو هم به همین صورت همه پای کوتاه ها رو میایم به این صورت پر میکنیم. طور که میبینین حلقه ما اینجوری پر شده. خب این همین روال رو تا پایان رنج ادامه میدیم. در کتاب دست‌نویسی که به تاریخ 1713 به قلم گرفته شده در مورد رنگین کمان این اطلاعات جای داده شده است. در رنگین کمان اگر رنگ زرد در پایین قرار بگیره آن سال بیماریه و بیماری ها زیاد میشه، اما در نهایت همه جان سالم به در میبرن. که خب معلوم نیست، شاید این سالی که کرونا شده بود یکی از همونا، ولی خب گفته همه در نهایت جان سالم به در میبرن که خب البته اینجوری نبوده. اگر رنگ سبز پایین باشه اون سال پربرکتی میشه. اگر رنگ سرخ پایین باشه آن سال جنگ و خونریزی میشه. و اگر رنگ آبی آسمانی در پایین قرار بگیرد زمستان سخت و طولانی در انتظار مردم است. اگر رنگ صورتی در پایین قرار بگیرد بیماری های مسری و واگیر در آن سال زیاد میشه. در نهایت اگر رنگ خاکستری پایین قرار بگیرد آن سال باران زیاد میبارد و رودخانه ها طغیان میکنند و کشتی ها غرق میشوند. خب دوستان، به پایان این رنج میرسیم. به همین صورت که دیدین این رنج ها رو پر میکنیم و چیزی دیگه نمونده که نزدیک میشیم به پایان بافت.